میگه اصلا منصور عظیمی نقشش تو باشگاه تراکتور چیه، چه کاره هستن اونشون، چه حوزه اختیاراتی دارند؟ به هر حال شاید بشه گفت که تمام هماهنگی‌ها توسط ایشون انجام میشه به اصطلاح و به هر حال توی نه عنوان شغلی خاصی دارن، تایتل خاصی دارن، مشاور بنده هستن تو باشگاه و همه امور باشگاه در واقع جورایی از زیر نظر ایشون. به هر حال ایشون هم نقش دارن، قدرت اجرایی هم دارن دیگه. به هر حال تو حوزه‌ای که تعریف شده. یکم مدیر عامله حالا قبلا میگفتش که من بخوام آقای زنوزی رو ببینم باید خودم نمیتونم، باید حتما آقای عظیمی هماهنگ کنه. درسته این حد یعنی نزدیک هستم به شما؟ کدوم مدیر عامله که شماره تلفن منو نداره؟ نه میگفتن اگه بخوان قرار ملاقات بذارن خیلی راحت‌تره که منصور عظیمی این کارو انجام بده. چرا؟ نمیدونم، از خودشون بپرس. بعد حتما خودش خیلی ضعیف بوده. توی نقل و انتقالات چقدر نقش دارن آقای عظیمی؟ میشه گفت که همه نقل و انتقالات داخلی ها دست ایشونه. خارجی ها رو به اصطلاح آقای اسکوچیچ سرمربی گزینش میکنه. داخلی ها رو هم به اصطلاح آقای اسکوچیچ بازیکنایی که لازم داره رو اسم میده و ایشون کارای انتقالش رو انجام میده.